سلام. اگه شما میخواید فرزندتون اعتماد به نفس بالایی داشته باشه، به نظرم 2 دقیقه زمان گذاشتن برای این مطلب ارزشش رو داشته باشه. این ویدیو در مورد یه نکته طلایی تو تربیت فرزنده. فانوس دریایی باش، نه هلیکوپتر. اول یه توضیح مختصر. پدر مادرایی که مثل هلیکوپتر عمل میکنن، مدام بالای سر بچه‌هاشونن و همه کارا رو براش انجام میدن و حتی نمیذارن یه اشتباه کوچیک بکنه، باعث میشن بچه‌ها نتونن مهارت‌های لازم برای زندگی رو یاد بگیرن. اما فانوس دریایی چی؟ فانوس دریایی همیشه ثابته. حضورش آرامش بخشه و هر زمانی که نیاز شد نورش رو به مسیر درست میتابونه. خلاصه به جای اینکه مدام به فرزندت بگی چیکار کنه، فرصت بدید خودش تصمیم بگیره، اشتباه کنه و از اشتباهاتش یاد بگیره. شما فقط کنار باشید تا وقتی لازم شد راهنمایی کنید. پس یادمون باشه فانوس دریایی بودن یعنی اعتماد به فرزندمون و ایجاد فضایی که خودش رشد کنه و بدرخشه. پس از امروز هلیکوپتر رو خاموش کنید و فانوس دریایی رو رشد. تو توضیحات پایین ویدیو هم یه سری نکات بیشتر می‌نویسم برات.